برای که یه تحول اجتماعی به وجود بیاد اول باید تحول فکری به وجود بیاد. چون ما یه موقع تصمیم گرفتیم که از دانشگاه به مسجدها ببریم و میون مردم ببریم این روشن فکر سیاسی اون موقع. یعنی این حرکت از دانشگاه خوب قوت گرفت بعد رفت میون مردم. جامعه ما یه جامعه در حال گذاره دیگه، هم مذهبی سنتی توش هستن هم آدمای مدرن، یعنی هم رهبرای مدرن داریم هم رهبرای سنتی. وقتی این دوتا به هم نزدیک بشن همدیگر تخریب نمی کنن. مردم سنتی از نهاد مذهبی جامعه روحانیت میشنوه دیگه، ولی توی انقلاب مسجد قبا برنامه هایی که ما رمضون قبل از 17 شهریور بود این دوتا رو با هم یکی کرد. مثلا دفتر تحکیم وحدت حوزه دانشگاه بود دیگه. گفتش که در جوامعی که توسعه اقتصادی پیدا میکنن اینا بلافاصله حرکت‌های اعتراضی شروع میشه توشون. یعنی مردم چون میخوان خودشون رو دخیل بدونن، سهیم بدونن، در یک کسی بشن، هر کی میخواد خودش یک کسی بشه. توی انقلاب این به مردم داده شد. مثلا امام میگه زنان محله 4 مردان قوم رهبران این انسان‌های تحت ستمی بودن، تحت سلطه‌ای بودن. این یه روانشناسی ایجاد کرده. این تو تمام تاریخ ایران هم تکرار شده. یعنی حتی مثلا از وقتی که انقلاب مشروطه هم بوده، اگه تمام اون تلاش‌هایی که توی جامعه‌مون داشتیم انجام میدادیم با قدرت رهبری امام ترکیب نمیشد، ما یه کار کوچیکی افراد ضعیف، متوسط و ثروتمند مذهبی و عوام میخواستن مشارکت کنن. روانشناسی سیاسی که میگین همینه. روانشناسی سیاسی از جمله علوم میان رشته‌ای است که از پیوند روانشناسی نوین و علم سیاست پدید آمده است. روانشناسی سیاسی در جستجوی منشأ گرایش‌های سیاسی افراد، چگونگی شکل‌گیری تحولات سیاسی اجتماعی و دگرگونی سیستم‌های سیاسی میباشد. در این راستا کمیته سیاسی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان روانشناسی سیاسی مردم ایران را آغاز کرده است تا ضمن ارائه گزارشی از روند تحولات سیاسی مردم ایران در دوران معاصر به تبیین نقش اقشار در تحولات سیاسی، محرک‌های هر گروه از جامعه در دوره‌های مختلف و همچنین عوامل تأثیرگذار بر شعور و شعور اجتماعی مردم بپردازد. از عواملی که بر شعور و شعور اجتماعی نقش دارند میتوان به رسانه‌های گروهی از قبیل شبکه‌های تلویزیونی داخلی، کانال‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی، روزنامه‌ها و مجلات اشاره کرد. موارد دیگری که در این رابطه میتوان نام برد شامل نقش رهبران مذهبی و سیاسی، تریبون‌های مذهبی، اجتماعات و راهپیمایی‌های عمومی میشوند که تأثیر انکارناپذیری بر جو عمومی جامعه دارند. گاهی فاکتورهایی مانند هنر و ورزش به جولانگاهی برای تاثیرگذاری بر اذهان عمومی بدل می‌گردند و به تبع آن نقش اجتماعی هنرمندان و ورزشکاران نیز اهمیت بسزایی می‌یابد. مطالعه بر روی عوامل ذکر شده مستلزم توجه به فرهنگ، طبقات و محافل اجتماعی و موقعیت جغرافیایی میباشد که ضرورت تفکیک جامعه به تیپ‌های اجتماعی گوناگون را موجب می‌گردد. هر یک از تیپ‌های اجتماعی ویژگی‌های فرهنگی و همچنین محرک‌های روانی مختص به خود را دارند. اما آشنایی با ویژگی‌های ذاتی مردم ایران که از دوران کهن برگی از شناسنامه این قوم آریایی را به خود اختصاص داده است، اهمیت پیدا می‌کند. این ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی شامل مواردی چون گرایش به تبعیت، ضعف در کار گروهی، چندپارگی فرهنگی، جامعه احساسی، شخصیت پرستی و سایر موارد میباشد. هر کدام از این ویژگی‌ها در موقع خود نقش تعیین کننده‌ای در کنش‌های گروهی مردم و تحولات اجتماعی و سیاسی کشورمان داشتند. اینکه انگیزه هاشون چی بود، به هر حال اینا رو میشه بررسی کرد. اینا دانشجو هستن بهتر متوجه میشن. اون موقع هم سطح سواد مردم پایین بود، تقلیدی بود، یعنی اصلا خودشون چیزی نداشتن. یعنی هرچی به اصطلاح 4 تا بزرگتر نشون میگفت همون بود. یه امیدواری میداد به بچهای دانشجو که خیلی برن مثلا بیشتر تلاش بکنن، بیشتر فعالیت کنن. مثلا شاید 30% از بچهای دانشگاه
دنبال مسائل سیاسی اجتماعی بودن، حالا ولی عمدتاً هم بچه بی‌تفاوتی بودن، دنبال زندگیشون، درس خوندنشون و حلبی آبادها و اینها تا همین اوایل انقلاب هم بود. واقعا با بعضی دانشجوها میرفتیم به اینا سر می‌زدیم. من به عنوان که به اصطلاح قول معروف موقع درد سیاسی اجتماعی داشتیم، وقتی این صحنه‌ها رو می‌دیدیم در کنار دستام مثلا بریزه به پاشایی که ثروتمندان هم موقع داشتن، خب ما که به عنوان قشر دانشجو بودیم خب تحریک می‌شدیم دیگه، باید هر جوری شده تا به اصطلاح حتی مرگ به اصطلاح دنبال یه هدف باشه، باورهای مذهبی بهش اعتقاد دارن و در واقع از این بود هم تحریک میشن. یعنی عامل اقتصادی هم بوده، اون انگیزه اصلی که مذهبی باشه یا سیاسی باشه، تبعیض و بی‌عدالتی رو با تمام وجودشون احساس می‌کردن. رهبران فکری جامعه ما اینا رو متوجه میشدن همون زمان. شهادت شریعتی مثلا یه جرقه‌باز ایجاد کرد که وقتی که مثلا امام رو به عنوان آدمی دیدن که توانایی این رو داره که مردم رو به اصطلاح جمع بکنه پشت سر خودش، واقعا همه بهش اعتماد پیدا کردن، ولی انگیزه ها متفاوت بود. فرهنگ ما دارای هویت‌های سه‌گانه و نشأت گرفته از سه الگوی ایران باستان، اسلام و غرب میباشد. این سه الگوی زیستی در صورتی که پیوندهای مناسبی پیدا نکنند به سردرگمی‌های هویتی و اجتماعی منجر می‌شوند که خود یکی از عوامل جلوگیری از اتحاد و انسجام ملی، افزایش درگیری‌های فکری متعصبانه، غرق شدگی در تاریخ و دشوار شدن شکل‌گیری شخصیت اجتماعی افراد جامعه می‌شود. از منظر تاریخ جامعه ایرانی عموماً گرایش به فرد محوری داشته است، به نحوی که حتی نجات ملت از شاهان ستمکار نیز نه به دست ملت و یا گروه‌ها بلکه به دست افراد و قهرمانان صورت می‌گرفت. پدرسالاری یکی از ویژگی‌های جامعه ماست که در آن حریم خصوصی و اختیار عمل فرد از کودکی جدی گرفته نمی‌شود و پس از پذیرفتن نقش اجتماعی نیز این آسیب منجر به کاهش اعتماد به نفس فرد و انتظار وی برای ظهور یک قهرمان جهت اصلاح امور می‌شود. بررسی تطبیقی نتایج ویژگی فرهنگی پدرسالاری در جوامعی مانند روسیه و چین نیز صحه بر این فرضیه می‌گذارد، چنانکه در کشورهای مانند فرانسه، آمریکا و آلمان که ویژگی پدرسالاری چندان پررنگ نیست، نظام‌های اجتماعی و سیاسی متفاوتی را نیز شاهدیم. گرایش فرد به تبعیت منجر به ضعف وی در کار گروهی خواهد شد که یکی از ریشه‌های عدم اقبال عمومی کافی به احزاب کشورمان نیز می‌تواند همین مسئله باشد. جامعه ایرانی در کنش‌های اجتماعی خود بیش از تعقل و برنامه‌ریزی بر روی احساسات تکیه دارد. این مسئله موجب علاقه‌مندی اجتماعی به کنش‌های رادیکال و تند، افراط و تفرید و همچنین نگاه صفر و یکی به مسائل سیاسی می‌شود. کما اینکه تاریخ معاصر کشورمان نیز مملو از کنش‌های اجتماعی هیجانی است که مانع حصول نتایج ریشه‌دار و بلند مدت شده‌اند. در این مجال کوتاه مختصراً به اهمیت شناخت تیپ‌های اجتماعی، برخی از ویژگی‌های روحی جامعه در گذشته و حال و همچنین نقش آنها در تحولات سیاسی اشاره شد. امید است که صاحب نظران و گروه‌های فعال دیگر نیز بیش از گذشته به مطالعه در این حوزه و چاره‌یابی برای رفع آسیب‌ها و تقویت ویژگی‌های مثبت فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی بپردازند.